تبسم گل حکمت از بهار است. بهاری که می آید و می رود چون تبسم گل. اما خوش به حال پنجه هنر که با تب بهارگونه همیشه کوشش و تلاش و طلب و پرخوش گلباران بینمودن دل و دیده ها را دارد با انعکاس تبسم گل، همچنان که این زمان در این مکان. من این کس نشونه یکی از هنرهایی که پاپور با ماشینه هست، نقشش هم خودش میبرارد. بله، خیلی ذهن تیز دارد. با زمانه پیش رویم. اینم خیلی گویا که تاریخ چکنی وای پاپورزنی ماشینه تاریخ 100 ساله دارد. اینم گویا که از تاجیکای ما موندگی خیلی آن رو تیز یاد گرفت، ذهنی تیز دارد. همین چکنای عروسی همین محله رو گویا که همین نشانه همش رو میبرد. شهادت جان یکی از دوزنده های همین محله خودمون، دختری همین محله، زنی همین محله خودمون، او در خانه فعالیت میکرد. ما همین رفتم و صحبت کردم، این شوهرم چی میگه، با شوهرش هم صحبت کردم و من میدیدم که چه خیلی کرتای زیبا میدوخت. با همون رفته همراه دیلارم صحبت کردیم با شوهرش هم و خیلی گفت که مالش اگر وای کند، مثال کاری خانه هم اگر سری وقت انجام دید و با کارخانه رود و خیلی نزدیک است. خیمالش چرا نه ما باور میکنیم رود، چرا نه کرتای محله همین زنان همین محله رو عروس ها رو شهادت جان میکنن. فرزانن دخترک یوش جوان او با همین صرف وای زیب و زینت دست، همش کاری دستی. من همین کرتوهای عروسی رو با همون کاری دستی خود با سنگ ها خیلی با زمانه پیش رفتن در کار. اکو چی فرمایش میتین فرزانه جان همین کارا رو انجام میتید. خیلی دختر جوانی که در اینجا هست خیلی با بعد درس ها من دخترای محله میبیاین با یاردم هم میکنن، با آموزی هم میکنن. به هم آمدند، همزبان شدند، یکی را راهبر برگزیدند و میان 4 دیوار بلند این عمارت نازنین شدند. یعنی تحت عنوان نازنین کارگاه هنر بگشاده و به هنرهای قدیمه اجدادی جان تازه بخشیدند. با احترام اونه که زنهای تاجیکی ما نازنین باشن، همه وقت لباسهای دختگی ما در آنها زیبا و شینم و همه وقت نازنین باشند. نازنین 1 سال شد. پیشتر ما یک دکانی نظرناگیری داشتیم، در اونجا فعالیت میکردیم. خیلی خرد بود و نظرناگیرم گویا میشود میدکک بود و خیلی محیطی هنرمندانه داشتیم در آنجا، محیطی هنری داشتیم هم گویا میشود. بعد که از اون که من راهبر دولت محترم جناب عالی همین سالی رشد سیاحی و هنرهای ملی رو اعلان کردن، ما به خلاصه اومدیم این یک بینای جمعیتی هم گویا می شود بود ولی بیکار خوابیده. ما همین رو با همراهی من همین زنی فعالی همین محله دیلارم نصرت لایوا یک جایه یک فکر کرده بر آمدیم که چی می شود همین دکان که شدتر و کلانتر هست یک دکان دیگر
бунёд кунем و занҳои ҳамин маҳалларо сарҷамъ кунем ба ҳунаромӯзӣ ва бозомӯзии ҳунарҳои халқи мардумӣ, куртаҳои миллӣ барои занҳои тоҷик сирф миллӣ ташкил кунем. ба ҳамроҳои ҳамин дилором ду каса гӯё ки ҳамин бинои маъмурие ки дар ҳамин ҷо буд ҷамъиятӣ вале бекорхобидаи онро мо як ташкил кардем якҷоя. занҳои маҳалларо аз 3-4-5 бино рафтем, ташвиқот бурдем, омардем, сарҷамъ кардем. духтарҳои ҷавон баъди мактаб баъди дарсҳо меоянд, бозомӯзӣ мекунем ба ҳунарҳои миллиро. занҳое ки хонашин буданд вале таҷрибаи зиёди рӯзғор, таҷрибаи зиёди ҳунарҳои миллӣ дар худ доштанд, аз он ҷумла қуроқдӯзию курпачадӯзию чакандӯзӣ дастӣ аз маҳаллаҳои раштонзамин, хатлонзамин онҳоро мо ҷамъ овардем. баъзи онҳо ваям мекунанд вақт надорем, кору бори рӯзғор, сину сол. вақте ки мо гуфтем фақат дар вақтҳои холигии худ метавонед биёед, дари мо ҳамавақт кушода, мо реҷаи муайяни кориам надорем. бале аз субҳи содиқ то як ҳисси шаб гӯё, бале чароғҳо гирён, мо инҷо фақат ҳунаромӯзӣ. кае ки вақт дорад барои худ ҷудо кунад, биёяд, марҳамат ва ба халқ хизмат, фақат хизмат. мешинӣ, зиқ намешавӣ, дар хона мешинӣ, қати кӯдако асабота монда мекунанд, васо меои ҷадабо як гапи хуб мезанӣ, қати ина дугонам апай каромат мешинем, ина шаҳодат, инами духтарако қати як гапи нағза мезананд, гӯш мекунем, мо мезанем ё гӯш мекунанд, бо мерем суҳбатка хонаом. این خواهران هنرمند نه فقط احیاگر هنرهای دوشینند، همچنان توانی دارند که دیروز را با امروز بپیوندند، یعنی به شکل مدرن پیشنهاد کردن و همقدم زمان بنمودن دوخت پیراهن‌های زنانه دیگر برای ایشان چشم بندی نیست و از درخواست‌های پیوسته مزاجان چنین برمی آید که کاریشان خوب است و با صفتی بلند. یک جوی میشینیم، نون میپزیم، شکرها میکنیم، میخوریم با هم، کورپاچه میدوزیم، قراق میدوزیم، همه کارا میکنیم. این ایمی قراق پراق همه شما ایمی یاد گرفتم. ما فقط کورپاچه میدوختیم، گلدوزی میکردیم، کرتوی چکن میدوختیم وقتی کلوب دابدیم. خیلی جامعیم دیگه همی با کار باری خودمون نمیمون خونه دوشنبه در کار کردم تا همی چهارتا. ما بیوزن در 35 سالگیم بیوزن شدم. 8 صغیره را ایودش برمدم، خونه دار، دردار کردم، نوسدار. اینم خیلی قطعی همی همسایه‌ها میشینیم صحبت میکنیم. از این جمع آمدن ما از باز زنهای هر محل و هر هنر رو جمع آوردن، از ما بعد 39 سالهای گوناگون رو جمع آوردن، چرا فایده نیست؟ اون از کلانها ما می آموزیم. آنها با ما یک درس عبرتن، آنها با ما نصیحتگرن از همه جهت، از روزگار، از زندگی. با جوانها، با اونایی که از ما جوانتر هستند، ما با نصیحت و مثال اگر روحیه میدونید که پسیخولوژیش، مثال اگر طبعش خوش نباشد هنرم پیش رفته نمیتواند. در زندگی اگر اون آرام باشد، ناراحت باشد، ناخوش باشد، کاری او هم پیش نمی رود. ما با هر یک آنها گویا که الهیده صحبت میکنیم که در خانه چی پرابلم ها دارن، چی وای دارن، نصیحت با نصیحت. حتی جای‌های هست که با خوشتامانشون هم گپ زدگیم، با شوهراشون هم گپ زدگیم که ما جای محیط ما محیط اون هست هنرمندی. بعد از آن روزگار زنی هنرمند باید نمونه باشد از همه جهت، از اویله داری، از روزگار داری، از همه جهت نمونه باشد. هنرمند به معنای تامش.
زن تاجیک نکوی نام تو، جاویدان دست من و دامان تو. این چی مهر است در این دامن پاک، این چی سحر است در این دامن خاک. میپنداریم که دامن ننگ، ناموس، هویت ملی، دامن مهر، محبت و صدق و صفاست که زن تاجیک معتبر اعتراف شده است در قلب اهل بیت و بین جامعه. نمونه لایق این اعتراف و این محبت ان همین زنان نازنین هوشمند و پرهنر بوده می توانند. ما شب در روز چکندوزی میکردیم، گلدوزی میکردیم. اون وقتا یگان عروس به همین تختی گلدوزی، به همون چادرهای گلدوزی نمیشد. عروس باید که از خوردی، حتی از سالهای نورسی تیاری میدید برای عروسی خود. 20-22 تا بالشچه در یک تخت، چادر گلدوزی، البته کورپاچه های قراقی، استینچه هایی که نان میبندن قراقی، رفیده هایی که نان میبندن قراقی. بعد برای همون شهمرده که از پس شهر می اومدن به عروسه، برای هر یک تای او رو ملچه الان خوبه نون میتای پشتی همین نون میخری. همه کور ای کردن ای کورو را ما همش ای کلونامون یاد گرفتیم، مامامون اوچهامون نشون داد، مادرامون نشون دادن یاد گرفتیم. همه امیره به همین مطربو رسیدیم. مگه یک کجا یاد میگیریم؟ وقتی که خیلی خور بودم، من که زاده خود دیهه هستم، زاده ناحیه وحدت از دیهه می باشم، خیلی خورد بودم بین پسرها. مدام پسر که بسیار داشتم در اوله، پسر بسیار، من یک دختر بودم. مادرم خیلی میخواست که من هنرمند باشم. بله، اون با زنهای همسایه که کمی اون وقت هنرمند خیلی کم بود. در یک دیهه همگی یک کورتادوز بود. میخواست پیش همون زنها میبرد، التماس میکرد که من یک دختری من کلان شده ایستاده است، میتواند همین هنرها رو آموزید از خوردی. وقتی که نوروز میشد، من البته یک کورتای چکن در حد سینی 14-15 سالگی با نقشه، با یک گولک آن را دختر ببر کردم میرفتم. هرچند بعدی ختم مکتب دانشگاه رو انتخاب کردم، دانشجو هم شدم، ختم کردم. وقتی که شوهر کردم، سالهای بی سر و سامانی بود، جنگ شهروندی بود، کار هم نبود. شوهر که کردم، فرزنددار شدم در خونه. اون کارهایی که من در جوانی یاد گرفته بودم، همون رو من استا سایقل دادم. بیکاری بود، ماهانه نبود، جای کار نبود، نوتینجی بود. همون سالا من یک کورتا دختم برای همسایه، اون دا معقول شد. بعد دیگر دختری همسایه، با سیومش همین خیلی گویا که من برای زندگی رو می بردم از اون مبلغ. آیسته گویا که من مشهورم شدم در محل خود، گویا من می شود. بعد این گویا که از یک خوابی به یک کسبی معین کسبی شده رفت. بعد آخر دکانی خورده که خود را شدم، این دویم دکان. بعد نقشه دارم که در وطن خود، در وطن خودمون، در دیهه خودم، ناحیه وحدت، بله اونجا هم یک دکانی هست تشکیل کرده ایست، نصیب پلان ها هست. همونجا با دخترانی دیهه بازآموزی کنم. خلاص خدمت این گل دختران گلبسر و گلبدامن از هنر سراپا خیر است. پرچم خردورزی و بشردوستی در دست هنرمند زنان این درگاه درفشیدن دارد و چه سعادت است که اگر هنر داشته باشی و با نور هنر تا وقت هستی زندگیت نورباران و نورانی بسر شود.